یعنی وقتی ما با این مزیه مشکل روبرو شدیم که نتوانستیم اطلاع رسانی روز اول به موقع انجام بدیم به خاطر اینکه دستگاه موبایل نداشتیم، با کمبود روبرو بودیم، استفاده از بیسیم هم به هیچ وجه امکان پذیر نبودش و این شرایط باعث شد که ما اومدیم یک تمهیدی رو به خرج بدیم که پرسنلی که در قضایا نفوذ کرده بودن به یک شرایطی چیده شدن که بتوانند به وسیله رابطینشون سریع از طریق تلفن عمومی بتوانند که اگر وسیله ارتباطاتی نداشتی خواستی صحنه رو مطلع بشی میایی صحنه رو تعریف میکنی، میگه اگر این جمعیت هست توده جمعیت، خب شما یه مأمور گذاشتی که تو وسط جمعیت داره جمعیت رو باهاش میچرخه، سران شناسایی میکنه، رهبران جمعیت شناسایی میکنه، پشتیبانان جمعیت شناسایی میکنه. برادرها تو تهران تودای جمعیتی پیشرو داشت، یعنی عوامل موتور سوار داشتن با موبایل می آمدن چهارراه بعدی وا میستادن، بعد به موبایل به جمعیت میگفتن حرکت کن بیا. اگه اختشاش غیر سازماندهی شده بود اینطور نبود که ما چرا داریم میگیم بحث سازماندهی شده، چون عوامل موتور سواری که اینا داشتن می آمدن راه رو دو تا چهار راه ورتر دقیقاً اطلاع دادن مأمور هست نیست، حزب اللهی هست نیست، جمعیت حرکت میکرد می آمد. بعد برای اینکه خب این فردی که اینجا گذاشتی داره شناسایی میکنه عوامل تو صحنه رو، پشتیبانان، رابطین، دیدبانان، نمیدونم مؤثرین، همه اینا داره شناسایی میکنه، این که نمیتونه بیاد بیرون با مأمور تماس بگیره که صحنه رو از دست میده. اومدن تو این سیستمی که ایشون داره میگه این است که یه عقب رو براش گذاشتن یه پیش رو. خب این نزدیک میشد مطالب رو میگرفت میامد عقب، یا این نزدیک میشد میاد مطالب میگرفت، بعد میاد با تلفن تماس میگرفت، 200 متر فاصله میگرفت تماس میگرفت، با یه تلفنی به ستاد ناجا زنگ میزد میگفت جمعیت الان اینجاست، استقرارش اینه، اینطوریه. که شما تو مواقع ارتباط ممکن نیست، خب با بیسیم اگه دست بود واسه جمعیت که تیکه تیکه میکردن که این راهکاراشه که پس رو و پیش رو و رابط بگذاری و صحنه رو صحیح منتقل بکنی اگر سیستم ارتباطاتی نبود. نکته بعدیتون عرض ندارم. آقای حاج اسماعیلی. اینم هست که تو کنترل اختشاش بعد اولویت بدی که کدوم اختشاش الان بری جمعش کنی. اگر گسترده شد دیگه کنترل یه مفهوم دیگه پیدا میکنه. الان ما فقط روی یک توده داریم حرف میزنیم، ولی اگه توده شد چند تا تو جای متعدد، حالا کدومشو بخوای جمع و جور بکنی؟ تهران اینطور شد سه‌شنبه دیگه در آن واحد 20 نقطه تجمع بود و بزن. حالا کدومش اولویته؟ کدوم سیستم اطلاعاتی تو آماده بفرستی بره اونجا؟ کدوم یک کانال حرکت بدی؟ اون مرکزی چقدر باید اعصاب و راه کنترل اعصاب و نحوه رفت، اصلا مدیر تو صحنه، مدیر هدایت کننده کنترل صحنه و مدیر هدایت کننده بحران باید چقدر چه چیزایی رو بدونه. نکن این حرفاست باید کار کنید. من فقط سرفصلاش اشاره میکنم. به لحاظ روانی تسل کافی بود. بنده 2-3 جا که اومدم رو بیسیم عصبیت، من جان فرمانده نیروان تماس گرفت گفتش که کجای کاری اینجوری چه حرف میزنی؟ خب اگه تذکر نمیداد ما با همین عصبیت منتقل میکردیم دیگه. یعنی کافی یه داد بزنی پشت بیسیم، همه روحیه بیسیم داغونه. آقای اکبرشاهی ما با نمیدونم پیشگوشی دادم تو سرش، حالا من این حرفا رو میزنم تو دلتون نمیخوام خالی کنم. ما تا پای ما عباس داده ما سال 60 این که چیزی نبود که این که حالا خودیا رو انداختنش. سال 60 تظاهرات مسلحانه 30 خرداد و 7 تیر و چند تیر بود آقای؟ 5 مرداد 5 مهر جسه ها زیر دست دخترها و پسرها بود تو خیابون. تهران رو جمع و جورش کردن بچه‌ها. دیگه حالا چیزی نبود که. نکنید اینا نکاتایی هستش که باید مدیر بحران و مدیر اطلاعات تو تسلطاش، رفتاراش، مناسبتاش، حرف زدناش، تو کنترل اختشاش، تو عواملش باید داشته باشه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهندس، این برادر مطالبی که اینجا مطرح کردن در قالب این بحث میاد که ما در ارتباط با کنترل اختشاشات چه نوع مکانیزمی رو می‌خوایم به کار ببریم. یعنی بحث مکانیزمه. ما در ارتباط با مکانیزم و انواع مکانیزم، مثلا در بحث سرقت
چیزی که تا حالا شناخته شده و برای تجزیه قرار گرفته و میشه سرقت رو از دریچه به قول علمیش بررسی کرد 89 مکانیزمه که سرقت ها رو بر اساس 89 مکانیزم شناسایی کردن تا اینجا. در باب کنترل اغتشاشات هم حالا یه توفیقی بودش که در سالگرد ارتحال از امام یک کمیته رو سعد برقی بودن اون روز که کمیته امنیتیش رو به عهده داشتیم. در اون کمیته ما بحث این اجتماع ولی اجتماع آرامی بود، ولی مکانیزم نهضت با برخورد با این مسئله جمع‌آوری و جمع شدن مردم با کمک برادری بودش که آقای خسروی وفا احتمالاً باید بشناسیدش. ایشون 17 کشور دنیا رو مکانیزم‌های تجمعش رو رفتن بررسی کردن و اومدن اونجا با تجزیه تحلیل کردیم. در اینجا نقطه نظراتی که داده میشه و مسائلی که عنوان میشه بیشتر روی این مکانیزم برخوردی که احتمالاً ممکنه اغتشاش پیش بیاد، حالا بر اساس اون نوع اغتشاش ضرورت ایجاب میکنه که ما سیستم رو چیکار کنیم طراحی بکنیم، نه بر اساس یک سازمان مشخصی که هر نوع اغتشاشی که به قول معروف جمع شد و یا تجمع برقرار ما بر اساس یک نوع روش عمل بکنیم. در کنار دانشگاه من شاهد بودم که آقای مهندس از صدوری یک هفته رو میدونن، آقای کلانتر هم میدویدن و مسائل کنترل میکردن به خاطر اینکه دسترسی به اطلاعات سریع انجام بشه خودشون درگیر صحنه بودن. مکانیزم در اینجا یک کار حجمی بودش که میباید تمام نیرو باهاش درگیر میشدن. در آن واحد هم که ایشون احتیاج به نیروی کمکی داشته 6 وقت از دستش نبود، یعنی میرفت میدونه ولی است نگاه میکنه پشت به کسی نیستش. در صورتی که اگه سیستم از یک هدف مشخصی تبعیت بکنه و یک سازمان اصول با یک مکانیزم مشخص، حالا مکانیزم ها ممکنه مثلا شما طبقه بندی بکنید بگید در مورد مکانیزم کنترل اغتشاش در تهران در مقابل دانشگاه و کوی دانشگاه مثلا که هست مکانیزم A یا B و یا C همزمان باید عمل بشه، یا در مورد مثلا این قضیه فقط مکانیزم D کفایت میکنه که باید بر اساس عمل بشه. این روش ها این پارامترها نیاز به این داره که شما نسبت به مسئله اجتماعات و تجمعات شناخت کافی داشته باشید. تجمعات دانشجویی مفهوم خودش رو داره، کارگری مفهوم خودش رو داره و مسئله دانش آموزی مفهوم خودش رو داره. یه موقع هست تلفیقی این سه تاست، یعنی ممکنه یه سه تا بحثی در آن واحد جمع شه، ولی لیدر و رهبر این تشکل و تجمعات قاعدتاً کسایی هستن که نسبت به مسائل تجمع و نسبت به قضیه‌ها فقط در همون لحظه احتمال داره که مثلا هماهنگی کافی داشته باشن و اینو بدونید که این اغتشاشات و این تجمع و این کنترل کردنشون به خاطر این رهبرهای کمی و کیفی به اصول نداره که بدونن تا نهایت حساب بخوشن. چرا؟ چون سازمان که ما به قول معروف هستیم و نسبت به قضیه حساسیت داریم با توان بیشتری و با حجم بیشتری به قضیه برخورد می‌کنیم، ولی نه حجم برخورد کردن ما داره مکانیزم مشخصیه، نه این تشویق که اقدام میکنه به شروع اغتشاشات داره به قول من رو هدف مشخصیه، ولی در یک کوتاه زمان مشخصی برنامه خودش رو چگونه سازماندهی میکنه. این بحث مکانیزم های سازماندهی شده استفاده بکنیم. این مرحله زمانی که اغتشاش در کنترل قرار گرفت باز اطلاع در تمام این مراحل یک اقدام بایستی انجام بشه و بیوقفه ادامه پیدا بکنه و اون بحث جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی با مشتریان اطلاعاتی که میتونن تصمیم گیرنده باشن در بحث کنترل اغتشاشات. حالا فرمانداری چرا این بخش رو میفرمایید که تصمیم گیر کننده باشن؟ چون ما ممکن است کسای دیگه این عرض کنم خدمت شما اطلاعات رو نیاز داشته باشن ولی در لحظه نمیتونن استفاده ای و بهره ای رو به ما برسونن. ایشون منظورش اینه که دامنه بحران رو نباید یاد کرد، به کسی باید داد که بحران رو بتونه بیاد تصمیم بگیره سرش. اگه به 100 جا دادی شما 100 جا حساسیت ایجاد میکنی، 100 جا بحران رو منتقل کرد. و ضمن اینکه اون نام هر کدوم تحلیل های مختلفی به مبادی خودشون در رده های بالاتر اعلام میکنن و باعث یک فشار جانبی بر خود